خانم دکتر یه سوال داشتم، این که سن مناسب برای درمان ارتودنسی چه سنیه؟ درمان ارتودنسی محدودیت سنی نداره، نیازمند به سلامت دندان و بافت اطراف دندان و استخوان و لثه هستش و تا زمانی که مهیا باشه یا اینکه به کمک همکاران بتونیم براش ایجاد بکنیم این سلامت رو، شما میتونید از مزایای درمان ارتودنسی بهره مند بشید. آیا ارتودنسی باعث پوسیدگی دندان میشه؟ یه باور خیلی غلطی که ارتودنسی باعث پوسیدگی دندان میشه. شما بهداشت رو رعایت نکنی، پوسیدگی دندان اول آخر برات به وجود میاد. حالا زمانی که ارتودنسی داشته باشی به عنوان یک شیء خارجی، خب قطعا مواد غذایی و پلاک راحت‌تر روش سوار میشه و شما به عنوان یک فردی که رعایت بهداشت نمی‌کنی، خب این مضاعف میشه و احتمال پوسیدگی تسریع میشه. و وگرنه ارتودنسی در فردی که دیسیپلین داره و اون پروتکل بهداشتی که آموزش داده میشه رو انجام میده، نمیتونه باعث ایجاد پوسیدگی بشه. این رو از ذهنتون بیرون کنید. علت نگهدارنده ثابت بعد از ارتودنسی چیه؟ بعد از پایان درمان ارتودنسی، از اونجایی که دندون حرکت کرده، استخوان پشت دندون هنوز یه سری چاله‌های میکروسکوپی داره، هنوز کاملا پر نشده، استخوان‌سازی کامل نشده، احتمال ریلپس یا برگشت پذیری وجود داره. نگهدارنده ثابت بهت کمک میکنه تا جلوی برگشت پذیری ارتودنسی گرفته بشه. مدت درمان ارتودنسی بر چه اساس گفته میشه؟ طول درمان ارتودنسی ازم خیلی متفاوت هستش، به ناهنجاری فرد بستگی داره. ممکن ناهنجاری فقط دندانی باشه، ممکنه هم اسکلتال باشه هم دندانی باشه. به همکاری خود فرد برای مراجعه به تخریب نکردن دستکاش و به تبخر خود پزشک به دادن طرح درمان مناسب خیلی بستگی داره.